به شما پیغامی را فرستاد به یک برادر رسانیدن در ذمه ما و شما واجب می شود. انشاءالله همون پیغامی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای ایشان وی شدید و از برای امتان محیبش بیان شده است، الحال با اشتراک شما و با شاهدی شما برای حضرت برسون. حدیث متفق علیه است. حضرت انس بن مالک از رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایتش کرده است. باره میگوید همراه حضرت نشسته بودیم که یک مرد وارد شد نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد، گفت یا رسول الله متی الساعه، ای حبیب الله قیامت کی قایم می شود؟ ساعت قیامت یگان مخلوق نمیدونه، حتی پیغمبران نمیدونه. سلام برادرای عزیز، با دقت همه شما میرسونیم که اکای بختیار یا مهاجری توجیک در نزد بازار صداباد آفیسی اجامه، یعنی برای سلامتی یکی ما و شما کشودن و اگر شما میخواهید که طبابت گیرید و از بیماری ها رها یابید، شما میتونید با انواع رقم های در زیر بوده زنگ زنید، مراجعت کنید و یا اینکه با یوتیوب کانالی اکای بختیار ابونه شوید و هر ویدیویی که میتوانید از آن تماشا کنید. قیامت کی قایم می شود؟ ساعت قیامت یگان مخلوق نمیدونه، حتی پیغمبران نمیدونه. این علم نزد پروردگار است. وقتی که جبرئیل امین با شکل صورت اعرابی نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد و از همین قیامت سوالش کرد که متی ساعه یا رسول الله، قیامت کی قایم می شود؟ حضرت گفت که مال سائل عنها باعلم مال مسئول عنها باعلم من السائل. سوال شونده مثل سوال کننده در این موضوع هیچی را نمیدونه. این علم نزد پروردگار است. از همین خاطر حضرت با سوال مراجعه کرد به اون مرد سوال کننده و گفت فما اعددت لساعتی، از برای این روزی بزرگ، روزی که بین خدا و بین بنده نه حجاب است نه ترجمان است، خداوند از نعمتها پرسانت می شود، چی دستاویز داری همراهت؟ مرد گفت حب الله و رسولی. یا رسول الله گفت عمل اندک ناچیز است، من شرم دارم که به منت عملای کردگی ما بیارم، اما تمام وجودم از ناخن پا تا موی سر مال از محبت خدا و پیغمبر است. حضرت صلی الله علیه و سلم به این سوخته دل و به تمام محبان از زمان صحابه تا به امروز و تا روز قیامت بشارت خیش را بیان نمود. فإنک مع من احببت، به شک همراه محباتی، فردا روز قیامت همراه محبات حشر میشوید. الله اکبر. راوی حدیث حضرت انس بن مالک روایت میکنند که فما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول نبی صلی الله علیه و سلم فإنک مع من احببت. از زمانی که اسلام قبول کردیم تا به همون روز اینقدر شادی و مسرت در خود احساس نکرده بودیم آنچنان که بعدی بشارت رسول الله صلی الله علیه و سلم که تو فردا همراه محبات حشر میشوی. فانا احب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و ابا بکر و عمر و ارجو ان اکون معهم و این لم اعمل باعمالهم. زیرا حضرت گفت که من خدا و پیغمبر خدا را دوست می‌دارم، من ابوبکر و عمر را دوست می‌دارم، اگر چند عمل اینا را ندارم، اگر چند تقوای اینا را ندارم، مرتبه و منزلت چون ندارم، اما مادام که دوستشان می‌دارم، امید دارم که خداوند متعال فردا روز قیامت همراه انمی محبوب من محشور نگردد. الله اکبر. خشا به حال بابایشان که محفل معرکه سنتی را ببینه، به همون سنت خاصه پیامبر صلی الله علیه و سلم برگزار کرده ایستاده است. در عهد پیامبر صحابه ها محفل معرکه به همین شکل صورت میگذشتند، با دادن طعام، با امر به معروف و نهی از منکر، با تلاوت قرآن، فقط بیان استثناء. او زمان قدر باشه نعمت وفیر نبود. این قیدی ما میخوریم، یکم و دویم با منتظر سیمش میستیم دسر طلب بگیریم، کی در اون زمان بود؟ هم یک مقدار طعام گوشتار می آوردند و 3-4 دانه خرما را در پیش مردم میریختند، میخوردگی همین بود، از این زیاد نبود. اما الحمدلله مضمونا اگر بگیریم
محفل معرکه امشب ما به محفل معرکه اصحاب شباهت زیاده دارد. خشا به حال کسی که پایبند و قید سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است که انشاءالله فردا روز قیامت در حلقه محبانش محشور می شود. مکسیل از پند رسول ایام خیش تکیه کم کن بر فن و بر گام خیش. آن که محتاب از سرانگشتش داریم آیه او خاص و اخلاقش عظیم. از مقام او اگر دوری استی از میان امت ما نیستی. اگر امروز تو به سنت پیامبرت که عمل نکنی خوف است که فردا روز قیامت در زمره امتان حضرت صلی الله علیه و سلم حساب نمیخوری. لستمی نگوید مولای ما وای ما ای وای ما ای وای ما. در اون صورت حضرت صلی الله علیه و سلم میگه لستمی تو از من نیستی اختگم کن نام مرا به زبانت نرو. چون نداری از محمد رنگ بو با زبان خود میالا نامی او. وقتی که از رسول خدا صلی الله علیه و سلم رنگ نداری بو نداری با سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم حیات زینت ندادی با زبان چرکین خدا چی نامی حضرت صلی الله علیه و سلم اولو دادی. خدا برکت و نصرت بده بابای ایشان و پروردگار صاحب یک کلنی بسیار زیبا صورت و زیبا سیرت مستوره و حافظه قرآن و محیبه خدا و پیغمبرش بگردن. خداوند به این خاندان یک دختر صالحه را وارد سازد که بزرگترین نعمت در این دنیا محسوب می شود. زیرا رسول گرامی صلی الله علیه و سلم تاکید فرمودند الدنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحه. دنیا متاع است، دنیا استفاده شونده است و بهترین متاع دنیا زن صالحه است. حضرت سلمان فارسی در همون پیرانسالی زن میگیره، از همون قبیله بنی کنده زنش میتن. حضرت خانه نداشت، در زیر درختها زندگی میکرده است. حتی خانه داماد چی وقتی که عروسش افتاد گفت که خانه ندارم، گفتن حضرت جان عروس خطی خانهش میتیم بود. التماس هم بگی سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. اگه شب گرفتن آوردنش خانه عروس، خانه را چنان زینت دادیان موقع صحابی پیامبر داماد شد است در قبیله بنی کنده. با چی صحابیه؟ حضرت میگه سلمان منا، سلمان از ما است، سلمان اهل بیت من است. گردی خانه را بلته او وقتا اگه چیزا نبودن آخی رنگبار یورا ریمونت امروزه نبود، اما تمام خانه را بیرون درون بلته همیتا پیچ شدگی. حضرت آمد با تعجب نگاه کرد گفت امحموم بیتکم او تحولت الكعبه الى الکنده. ای بچه خانه شما کسل شده اینقدر پیچونده نشد یا که کعبه خدای نکرده از مکه مکرمه قبیله کنده اومده باشد. گفتن حضرت نه بیمار شده است نه این کعبه است که به خاطر توی شما همیت زینتش داده. گفت اگر رضای مرا بخواهی اول همین لطوره بگیره، تا زمانی همین لطوره نگیره من وارد نمیشم. همین که شما برای من یک زن مستوره را پیدا کرده، زن قرآن خوان، زن صالحه برای من بزرگترین نعمت است. من از شما میندار هستم. و حضرت رضی الله تعالی عنه آمد پیش زنش نشست گفت یک دو سپاریش است. رسول خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرد که هر وقت زن گرفته در همین شب اول همین سپاریش را در نزدش بمونه، اجازت میدی که همو را برات برسانم. گفت من در اختیاری تو شوهر جان هر چی فرمایی اجرا میکنم. گفت نباشه بخیر دو رکعت نماز شکر بخونیم، خدا را شکرگزاری کنیم، از پروردگار یک حیات زیبا و یک حیات زیبنده و ارزنده برای مسلمان طلبگار باشه. هر دو میگه خیستم، وضو گرفتم، نماز خواندم، خدا را شکرگزاری کردم. سبحان الله. حضرت سلمان فارسی تا روزی وفاتش همراه همین زن بود است.